در شهر گلستان ولایت سوخت روزهای 16-17 مارت گفتگوشنید نوبتی هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان اوید به تعیین و علامتگذاری سرحد دولتی بین این کشورها برگزار شد. تمام این همایش در اینجا در بستانسرای بانک ملی تاجیکستان پس درهای بسته جریان گرفت. بنا بر معلومات دریافتی طرفها وضع فعلی اجرای سازش‌ها در تعیین و علامتگذاری مرز را بررسی کردند و همچنین قدم‌های بعدی را در این سمت. خبری آنکه طرفها اعلان کردند گفتگوشنید را ادامه خواهند داد میتواند به این معنی باشد که هنوز سازش بین دو جانب حاصل نگشته است و یا سازش‌های حاصل شده است که هنوز طرفها نمیخواهند اعلان کنند. ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان فضای گفتگوشنید را دوستانه نامید. خدمات مطبوعاتی حکومت قرقیزستان نیز اظهار داشت که گفتگوشنید در فضای همدیگر فهمی کامل جریان گرفت. گفته شد دور نوی همایش در قلمرو قرقیزستان برگزار خواهد گشت. بار اول هیئت‌های دو دولت را رهبران نهادهای امنیتی آنها سروری کردند. هیئت تاجیکستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری سیمومین یتیموف و هیئت کشور همسایه را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک تاشیوف رهبری کردند. این در حالی است که در گذشته رهبری هیئت‌ها در دوش معاونان سروزیران بود. از این پیشتر طبق خبرها رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده نیز روز 15 مارت در خوجند نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در ولایت بادکند آموربک سوانالیف را به حضور پذیرفت. جانبها مسائل افتتاح گذرگاه‌های کلوندو و قیراغاج را در ناحیه لیلک بادکند بر اثر همهگیری کووید 19 بسته شده بود بررسی کردند. حکومت قرقیزستان 20 می سال گذشته رواها را در این گذرگاه‌ها موقتا محدود کرده است که ناراضگی اهالی هر دو دولت را به میان آورده است. گفتگوشنیدهای اخیر در حال برگزار شدند که دو کشور شهروندان همدیگر را با اتهام عبور غیرقانونی یا قاچاق بازداشت کردند. در عرفه ملاقات هیئت‌ها شهروندان بازداشته قرقیزستان آزاد شده به وطنشان برگشتند. طرف قرقیزستان نیز قسمی از شهروندان تاجیکستان را رها کرد، ولی هنوز 15 نفر آنها در محبس‌های قرقیزستان مانده‌اند و گفته می شود آنها بر پایه قانون‌های این کشور به جوابگری کشیده می شوند. این در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان با هم نظام روادید ندارند و شهروندان هر دو کشور در دوره پیش از پاندمی به خاک همدیگر رفت و آمد داشتند. خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است. تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامتگذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را معین کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان.